دوستان گرامی، همینطوری با لباس‌های سفید، کمربندی سفید، سعید مختار رسولov شهری دوشنبه، با لباس‌های کبود سلمان رحمی خدایف نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. خاطررسان میکنم که در این وضع 53 نفر اشتراکچی شرکت ورزیدند و با قرار کمیته تدارکات اتومبیل لیگنزا شاش جایزه در وزن 80 کیلوگرم. ولوبیاد به پهلوان شریف جان نظری شهری کلوب. جابیان آبری دعوت کرده می شود دوری سیومی وزنی 100 کیلوگرم مجید خورشید شهری دوشنبه، سعید جلال شهری دوشنبه. دوستان گرامی، خاطررسان میکنم که من همین واخوری برای هر دوی اینا هفتم واخوری است. برای به فینال برآمدن اینا بر 6 نفری غالب آمده در واخوری هفتم واخوری فینالی است. این هم یک زحمت است، این هم یک ملکه است، این هم یک مردی و توانایی و من به اصطلاحی که تلویزیونی ورزش میگوید این شرف است. اگر غلبه کند نوران علی نور می شود. با لباس‌های سفید خورشید مجیدov، با لباس‌های کبود سعید جلال سعیدov. سه دقیقه گذشت. داوران آگاهی کی دارد؟ کبود بعضی 70 کیلوگرم اسحاق حسین ثانیه وقت دیگر باقی مونده است. کنیم وقت آمد.
جسارت هستم بایم چپ کن وقت تمام همین طریق در این واخوری غالب سید مختار رسولov و او صاحب شاه جایزه автомашинаи لگنزه را از دست رئیس محترم سعید یعقوبزاد میگیرد. غالبیت سید مختار رسولov. مرحمت به نزدی کوزمور من که گلیم رقم 2 3 دقیقه گذشت. خواهلا منم داوری کنجی به هر دو پهلوان آگاهی داده شد. امیر شاید داوری کنجی واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم شکر محمد میر محمدov و دولتجان نظریyev. شکر محمد میر محمدov دولتجان نظریyev. مرحمت واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم. آری بالای گلین محمد علی میرزویев. حبیبلویев دقیقه آخر سر می شود. گلیم رقم است 2 سید خوجایев. پنبه و پهلوان افتاده شد. واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم. مرحمت شکر محمد میر محمدov و دولتجان نظریyev. مرحمت بیا دولتجان شریف تنبیه داشتن پهلوان یکتکی کبود، غالبیت و پهلوان یکتکی سفید مجید خورشید.